بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می‌کند. پایگاه اینترنتی جنبش مساف masaf.ir. رایانامه info@masaf.ir. سامانه پیام کوتاه 2313 313. شد و قرآن خودش میگه ما اون رو گذاشتیم مایه عبرتتون باشه. و جالبه وقتی جسد رامسس رو پیدا کردن هیچ نشانی از شمشیر و چیزی پیدا نکرده بودن. خود پژوهشگران گفتن این غرق شده. ببینید معجزه قرآن رو، گفتن این غرق شده مرده. خوب خود غربی‌ها گفتن عجب مظلومیتی داره قرآن، عجب مظلومیتی داره قرآن که دم دستمونه، هر روز چشممون به این کتاب شریف هست. وقتی غربی‌ها به میگن غربی‌ها گفتن خوشمون میاد، میگیم آخ جون اونا هم گفتن. اصلا این نباید مهم باشه، اونا عقبن، او باید بدوه بیاد. خوش به حال ما که جلوییم. منتهای بحثی هم هست خدا اون دنیا میگه تو که قرآن دم دستت بود چرا نفهمیدی؟ او بدبخت دستش نبود، اگه بود تو بهتر عمل میکرد. حق برش اثبات نشده بود، اگه میشد بهتر از تو عمل میکرد. این حجت هم داره بر ما تمام میکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.